شرکت مشترک تاجیکستان و ترکیه اکیا اوستا автоматив اینداستری که ماه ینور سال 2018 با حضور پیشوای ملت افتتاح شده بود، همکنون جهت دریافت بازارهای احتمالی برای صادرات نقلیات مسافربری قدم‌های استوار برداشته ایستاده است. با همین مقصد در حدود تخنوپارک شهر تاشکند پایتخت ازبکستان محصولات اکیا اوستا معرفی گردیدند. در این تکنوپارک که آن اتحادیه کارخانه‌های صنعتی نیز میباشد، 6 نامگوی محصولات استحصالی اکیا اوستا به نمایش گذاشته شد که عبارت از اتوبوس درون شهری، اتوبوس بین شهری، الکتروبوس، اتوبوس‌ها با محرک گاز طبیعی، ترولیبوس‌ها با نظام خودرو و اتوبوس دوآشیانه میباشند. همه نقلیات پیشنهاد شده جوابگوی طلبات جهانی بوده، طبق استانداردهای اکولوژی یورو 5 و یورو 6 انرژی مصرف کرده کم خرج می باشند. در معرفی محصولات اکیا اوستا رهبریت حاکمیت شهر تاشکند، ساختارهای مربوطه ساحه نقلیات و دیرکتور گنرالی شرکت سهامی تاش شهر ترانس خدمت حضور داشتند و با نظر داشت صفت، خصوصیت‌های تکنولوژی و طراحی به محصولات پیشنهادی بهای بلند دادند و آنها را در برابر نقلیات کشورهای خارجی رقابت پذیر دانستند. این نظر مسئولان کشور میزبان به سبب نیست، زیرا که استحصال اتوبوس‌ها طبق استانداردهای بین المللی صورت میگیرد و محرک‌ها و دیگر قسم‌های احتیاطی از شرکت‌های مشهور از قبیل مرسدس بنز، زانراد فابریک، الیسون، نوربرمس، بوش و غیره فرمایش داده می‌شوند. در گفت و شنودهای صورت گرفته میان دو جانب از شرکت مشترک اکیا اوستا автоматив اینداستری درخواست شد دو نمود نقلیات الکتروبوس و اتوبوس با محرک گاز طبیعی CNG به مهلت 1 ماه جهت آزمایش و سنجش تکنیکی به شهر تاشکند فرستاده شوند. مسئولان شرکت وطنی اقدام مذکور را قابل قبول شمرده تحویل نقلیات یاد شده را به شهر تاشکند در مهلت کوتاه به نقشه خواهند گرفت. دو جانب همچنین در خصوص زمینه‌ها و امکانیت‌های موجود برای همکاری متقابلا سودمند مبادله نظر و پیشنهادهای سودمند کردند. باید قید کرد شرکت مشترک اکیا اوستا автоматив اینداستری یگانه شرکت وطنی است که به استحصال اتوبوس‌ها مشغول میباشد و تاکنون در چندین نمایشگاه‌های بین المللی تاجیکستان را به طور ارزنده معرفی کرده است.